موقع ترکمن صحرا یک منطقه آزاد بود و زیر حاکمیت هیچ دولتی قرار نداشت. حتی جزو ممالک محروسه قاجار نیز محسوب نمیشد. اما بعد با اشغال و سرکوب رضاخان به ایران ملحق شد. البته این سخنان به معنای تزیه طلبی نیست، فقط یادآوری یک واقعی تاریخی است که برای ترکمنها اهمیت شایانی دارد. آرزوی ما امروز ایالت فدرال ترکمن صحرا در ایرانی آزاد و دموکراتیک است. بدین ترتیب از سوی حزب اتحاد ترکمن صحرا 102مین سالگرد اعلام جمهوری ترکمن رو به ترکمنهای عزیز و طرفداران ترکمنها تبریک میگویم. 102 سال قبل در چنین روزی 30 اردیبهشت سال 1303 هجری شمسی و 1924 20 مه سال میلادی 1924 ترکمنها با رهبری عثمان آخوند و با حضور علما و ریشسفیدان و بزرگان ترکمن در قصبه امچالی جلوی خانه دیوان پن زیر یک درخت توت کهنسال به اتفاق آرا جمهوری ترکمن رو اعلام کردند. آن موقع ترکمن صحرا یک منطقه آزاد بود و زیر حاکمیت هیچ دولتی قرار نداشت.